چی شد؟ من در کجایم؟ در بین دشمن. بستو فرد مرا از اینجا میروم. اگر برای تو در روز میترونم اینجا رو میدانی بودی خیلی کردی. کنی این رو زودتر کن. لطفا نامده بر اومدن لازم زودتر. راه کن. چرا با من کمک میکنی؟ ایش درو کلی وقتی که دفونه اگر مردن نخوری این سر شتاب تو فهمو راه کن. پدر بودن اینقدر مشکل بودن. من فهمیدم تو و سینون پدری مرا میشناسی. شاید سینون دوستی پدرت است. پدرت رو ناز میشناسه. اکنون زودتر رو زودتر با سینون گفت نشد. من برمیگردم. بچه بودن پدرم رو از اون میپرسم. مایلش زودتر اگر نگوید او رو هم میکشم. سلیما او رفت او رفت. اما باز برگشته پدرش رو از تو میپوشید از سینون. اگر نگویی تو رو میکشته. او هم مثل تو خیلی یکرا بوده. خوب تشکر سلیما تشکر. در خدا پدر من مشکل بوده. پدر خدا میخوام اما تو قلبم رو شکستی. شکستی بیتر شکستی. نبود اونی خدیجه را از دست دادیم. خدیجه نیست. نورها نیستند. همه را جمع کنم هم یک آدمی با عقل نمیومم. راه گرده. دیخ نشد باشن کماندان. آرام شد. هیچ نباشد قاتل کماندان در دست ما. آدم های ما برای قتل او تیاری میبینند. ما یگان راهش را یافته نوارها را میگیریم. با دست دیگران نرسیده این نوارها را گرفتن ما لازم. ما دیگر علاج نداریم. گوبد را سحر بخر میرسانیم. من اکنون چیکار کنم؟ اینها هم از پس اون نوارهایم. من از دست دکتر گرفته نتوانستم. حضرتم باشد مرا انتظار است. البته یک وظیفه ناز میدهیم. گویا که پوچایمان شده این نزد دکتر میرویم. در دست او امانت ما است. در کجا پینهان کردنش را فهمیده گرفته میاری. فهمیدی؟ بعد دکتر را هم به جهنم میکشیم. یعنی که شما یک گروه کم دستوران هستید؟ بله. آره همین دستانم را بسید. وظیفه ما همین با ما میبرید.
بنشین. از تو برای معامله خوب نکردن من عذر میخوایم، اما دیگر علاج نداشتیم. مرحمت شکمت را سیر بکن. از من چی میخواید؟ اول شکمت را سیر بکن. جواب سوالم را بخواهم. برای شما را گریزم. مدت زیاد از تو را ترکیب میکنیم. درباره تو همه چیز را میدانیم. پسر زلال بودنت را و معلم خانه‌دار شدنت را، یافتن خطیچه را، کوتاه گپ همه چیز را میدانیم. درباره نوارها هم میدانیم آقای طاهر. نیتتان را اکنون فهمیدم. خیلی خوب، نوارها را به ما میدهید. چرا با شما باور کرده اونها رو دهم؟ ما یک گروه وطن دوستدارانیم. کی بودن ما مهم نیست. مهمش مقصد ما یک است. نمیفهمم چرا اگر یکون کس کاری خوب کند در حال وطن دوستدارم بوده میگردد. گوش کن دکتر، آن نوارها برای ما خیلی مهم است. زود در کجا پنهان کردنش را گویی، این برای تو و عائله‌ات بهتر است. حرکت داخله. اگر یک حرکتی بجا کنید میپرانم. آرام شو. مگر که بودنی ما رو نمیدونی؟ نه، خوب میدونم. کارهای با پدرم کرده اصلا رو با من کردن نمیتونید. حاضر رفته آن نوارها رو با پلیس بردن میشکنم. ما به هیچ کس کاری نکردیم و اون نوارها را به پلیس سپارده نمیتوان. در راه تو را دستگیر میکنند. خیر اگر مبادا برده توانیم فکر میکنی که در پلیس ما آدم نداریم. آن نوارها را از دو سر میگیریم. نه فکر کن. اگر ندیهم مرا میکشید. گوش کن، آرام شو. نوارها را ده. نه، اصلا نمیدیم. نه با شما، نه با تشکیلات، نه با عبدالله، به هیچ کس نمیدیم. به این نگاه. وای ابراهیم چقدر زیباست این کف. از همه زیبایش را تو دوستی. البته میدارم، چون که من در این کار استایم. راست میگویی. کنی هر طرفی سید من هم بینم. با این کف چی شد؟ زبزنه داخلی. ابراهیم کنی با من ده بینم. نترس نمیخورم. آقای بحری، آن روزا گذشتن. دیگر تو به ما تفاجی کردن نمیتوانی. از این بعد به نزدمان هم آمده نمیتوانی. چرا؟ چی شد؟ رفته از مادرت پرس امید فهماند. ها میگویی؟ فهمیدیم که پدرت یک سیاه بدن شده است. اما تو بیشتری شیخ هم گفته میگشتی. این چه میشود که چی بودنی پدرت رو نمیدانی؟ چی گفتش با این دست رو؟ چی گفت؟ این را همه میگوید. من با تو بیشتر میگویم. این را بین سفته. سرخ دمید. نه از طاهر درک، نه از خدیجه. شاید گریخته نتوانستم و آنها را دستگیر کردم. رفته بینم. مادر جان آمدن. اومدن. ایشت خلای جیرم، من میبینم. تو کسی؟
Mana bak hizmet Aldo. Aldo? Bahri, selam. Bahri, Buyur, bakalım. yok selam. Selam, bihur. Tahir ve Hatice هم در کجا؟ دورستان اما در کجایند نمیدونم. شکر خدا جان. باری سلام چرا دیره میکنی؟ از وقتی بدیه ها داره اومد اولاشم میتونست منظور گرفته بود. اما در برای بین مفتی شما گپ میزنم. میکشم. من با این بچه چیکار کنم؟ خدا با من کمک کن. لحظه خیلی دخترم خیلی خدا رو بدستی با چشم دیدی که خوب است. انا حال مرا دید. من چیکار کنم؟ نه پسرم است نه دخترم. توفیق نشد. برو اینجا. این چی کار زیادن کنندم؟ کودک رو در این کار استفاده میبرید؟ این قراری نوی تشکیلات است. از این بعد موضوع را همین طور می‌نویسیم. نسبی آیله از هیچ چیز بی‌خبر است. گنج بیا. نکن زودن. این کودک نوزاد بیمار رو در این کار استفاده نبر و بال است. بیهوده گپ نزنیشان. بگذار کودک از همین چین سال با ما کمک کند. گنی بیا. برای ما این راهی بهترین. با این کودک پدر و مادر لازم. این کار را هم حل میکنیم فهمیدی؟ از جای تو نجوره. خدیجه؟ تو چی بیمانه شدهی؟ بیترم را دیگه به خدا میروم. من شوخی نمیکنم. از جایت نجو. آروم شو خدیجه. کودکت با دکتر احتیاج دارد. احوالش خوب نیست. سلاحت را پرتا نباشد هر بیت را میکشم. گوی که همه سلاح رو فرار است. کنی بگو. هیچ کس از جایت نتیم بست. اگر مرا کسی هم تو و هم پسرت نمیرید تو میدانی؟ خدیجه بیا به خودی سلاحت را پرتا. میدانم تو مرا با کودکم زنده نمیمونی. دردیست منو بیترسم را
خالی درست میشو کاش دستم میشکست و برادرم رو نمیزدم. من اکنون چی کار میکنم؟ کودکم رو چی دار نجاتی هم؟ بیا توهی آماده برو نجاتی. توهی بیدار شد؟ نه حالا خوب است. خدایا من چیکار کنم؟ خدایا کمکم کن. خدایا با من کمک کن. خدایا خداوند پیامم چیست؟ جان را در راه قربان کنم. ای خدای بزرگ، ای خدای یگانه، خواهش میکنم بگو چیکار کنم. خواهش میکنم دستم را بگیر و من کمک کن. بگو چیکار کنم. با کدام راه برم؟ با کی باور کنم خدایا که مرا انتظار دوست مسیح هست؟ مرا ببخش خدایا، ببخش که من خطا کردم. بعد از من تو از من جوابی کارهایت را می‌پرسی. ای خدای بزرگ، اگر از من پرسی نمیدانم چی جواب دهم. ببخش، خطایم را ببخش. من میروم، روحم را میروم. مرا نگذار، مرا تنها نگذار. مرا صاحبی کن خدایا.
التماس نه من او را می‌یابم. حتما او را می‌یابم. چرا برای اجازت دادی؟ چون که باید از اون نوارها رو بگیری. چن زود چن بیدار نشدم ای راحت بازی رفته بحری گفتن یک ذات را قطع میکنیم. در کردی باتم کودک سلیمه را بیهوش کرده گریخته. آخری سلیمه خوب است؟ خوب است. همه شاید سینون است. یک کودک را توحیدی کردن نتوانسته. این چه کار است جناب کماندان؟ و من نگر باشم کودک گریخته باشد عیب سلیمه است. رفته او را پرس. کارهای کردت را فراموش نکردم تا به اینها را از تو میپرسم. بعد میبینی که با سینان شوخی کردن چه بوده. من دادای سر دارم. هیچ کس هیچ کار کردن نمیتواند. بهتر است این که خودت را محافظت کن باز نمونی. میبینی الو تو چیها میگویی دادن کماندان؟ حاضر در نزدم. اگر زنده ماندنی کودکت را خواهد آن نوارها را گرفته به تو میآورد. سلیمان من روان میکنم آن طرفش را تو میدانی. بازاری سخت میشود. نوارها را که گرفتی خبر ده. من کودک را نمیکشم فهمیدی؟ فهمیدی؟ حاضر به نزدی اکد میروی. اون نوارها را به بوتن کماندان میسپاری تا گفته‌هایم را اجرا نکنی کودک در دستم میایستد. اکنون او را بری. چی میشود؟ با کودکم چی میشود؟ کودکم را آزاد نده. به خود و نوارها را برده به بوتن کماندان میدهم. اشترا رفته کارهای به کودک دخل گفته تیار است؟ کماندان. کمی بسر میفرستیم. مایل است بزن کماندان. قربانت شوم این کار نکن. آخر تو در اینجا چیکار میکنی؟ به خونه برگرد. پدر و مادرم از غم تو بیمار شدند. اگر یک بار رفته حال آنها رو میدیدی آنها رو هیچ گاه تنها نمیگذاشتی. تو چیها میگویی افا؟ از اینجا برآمدن آسان است مگر؟ به خدا مرا زنده نمیگذارد. یک وزیر اطراف است نگر. رفته به پدر و مادرم گوی که برایم دعا کنم وگرنه
2 سال نگذشته از اینجا مردم رانیتی. سردارها دارین زنده میمونند، با قماندانها هیچ چیز نمیشود، اما شما شهید میشوید. تمام باش، گریه نکن. دخترت از جان دست میداند، اما نمیبینی بیعقل. گریه نکن ابا. این گپا را برای غمگین شدن نگفتم. کی میداند؟ شاید زنده ماند. برایم دعا کنید. استودیوی سیما پروداکشن برای هواداران سینما باز یک فیلم جدید را با نام گرداب زندگی تقدیم میکند. در یکی از دههای استانبول دختری با نام یاسمن زندگی میکند. در ایام خردیش او مادرش را از دست میدهد. پدر و خواهر پدرش در عائله کمبیزاد با عرف و عادتهای سنتیشان او را به پایان میرسانند. شمسی دوست دیرینه یاسمن که آنها از دوران کودکی با هم در یک دیه بودند. او آرزویی با یاسمن خانه‌دار شدن نداشت. شمسی جوانی کمبغل بود. یاسمن باشد برای برطرف کردن مشکلی‌های روزگار تنها در آرزوی ثروت بود. با وجود آن یاسمن شمسی را دوست می‌داشت، ولی عشق‌ورزی آنها دیر دوام نکرد. زیرا بعد از وفات اپای شمسی خصلت شمسی کلاً تغییر می‌یابد. آتش عشق در دل یاسمن آهسته آهسته خاموش شدن می‌گیرد. یاسمن عمکی داشت که صاحبکار بود. با اهل عائله آنها از خردی آشنا نبود. عمکش صاحب دختر بود، یکی با نام دویگو و دیگری پیلین. با امر تقدیر آنها روزی وام می‌خورند. پیلین داماد شونده داشت با نام مجید که از عائله ثروتمندان بود. بنابر سببی در خارج تحصیل را به اتمام رسانیدن، پیلین عروس شونده مجید به خاطر او شبنشینی می‌آراید. یاسمن آنجا دعوتی بود. حادثه‌ای که در شبنشینی روی داد هیچ کس انتظار نبود. یاسمن در گرداب زندگی رفت می‌شود. Kim yaptı? Abi. Kim? Makyaj yakacak. Öpmeyeceğim canım seni. Nasıl olsa hep beraberiz. این فیلم جدید را که استودیوی سیما پروداکشن پیشنهاد میکند. روزهای نزدیک از نقطه‌های فروشی میتوانید دسترس نمایید. تمام شد، صحبت بسد. شما با محمود چی میکرید؟ او دودره میشود. یعنی دودره؟ ما محمود رو دوست میداریم. خواطر نشو مثل گوهره که چشممون احتیاط میکنیم. شما از دهه کلکلی هستید؟ وقتی از اینجا رفتن اثری راحتون یک خانه میبراید. یک امانت رو میدهید. چه؟ این چه امانت؟ با من بیایید. رسید. دامنده. این کودک رو در براتون بگیرید. مثل کودکی خودتون احتیاط میکنید. این کودک رو برده به همان خانه میدهید. تمام، مهلش ما میبریم. اما هوا خنک است. این کودک عذاب میکشد. غم نخورید. نمیمیرد. در اینجا مادرش رو تولد کرد و مرد. به نزد بابایش میفرستیم. بگذار در خانه گرمی بابایش زندگی کند. خدا رو توبه. چقدر کودکی زیبا.
این کارو نکن زازا، نکن. کودک در راه میمیرند. این بیچاره ها رو چرا به این کار همراه میکنید؟ اگر آنها رو دستگیر کنم یک عمر پس پنجره میشینم. تو که این کار رو میدونی. میدونی که تو رفضیت رو یک سبزا دکتر فهمیدی؟ این کار رو باری عمل نمیکنی. پیر شدی و حالا هم یاد نگرفتی. برای دعوا همه کار روا. شما زود روید. راحتان دراز. حالا من به شما نشان میدهم. سردار در درون؟ بله در درون است. آن نوارها را نیابیم همه چیز آشکار می شود. جبار ما را اینجا زنده نمیمانند. رفته بین این بچه چی کار کرده است. اطاعت سردارم. بحری حضرتم من جای نوارها را یافتم. تو در حقیقت مجاهد دانایی. جایش رو به ما نشان ده. رفت زیرین. جبار همه را جمع کن. اطاعت سردارم. آفرین بچم. آفرین. مجاهدها جمع شوید. جمع شوید. و جهاد میروید. پیاده پیاریم حضرتم. کنی راه کرده امانت ها را گرفته می آید. زودتر. راه را نشان ده. اطاعت سردارم. السلام علیکم. علیکم السلام. تشکر، خدا راضی باشد. آقا یعقوب رو میگم. فهمیدم که در همین دیه بود است. او رو دیدن میخواهم. بله در همین ده هست. کنی ادریس جان این اکد را به نزد یعقوب ببر. خدا شما راضی باشد. احتیاط که پسرم. تو به مکتب میرسی؟ بله. کلام شوی کی میشه؟ مثل آقای یعقوب میشوم. برای چی؟ مثل آقای یعقوب به درد همه دوا میبخشم و بیچاره و یتیمان کمک میکنم. مثل او کارهای خوب میکنم. یعنی که خوبی کردن. اگر مولا شده نتوانی چی؟ اگر مولا نشم دکتر میشوم. برای چی؟ دکترها هم خوبی میکنم. یعنی دکترها هم درد آدمان را دوا میبخشند. مرحمت خدا را. انا در اینجا. تشکر بسیار. اگر آقای یعقوب قبول کنم با او صحبت کردم. دروازه او برای همه گشوده است. خوش آمدید. مرحمت. از این بعد جنگ و جنجال نخواهد شد. توبه کنید دیگر جنجال. با خواست خدا از این بعد به توی هر جایشان همراه می‌آییم. تشکر حضرتم. خدا شما راضی باشد. تشکر. از این بعد با برادرم زیاد دعوا ندارم. راحت باشه. پیش از راه برآمدن یک شوربای گرم خدا راضی باشد. مرحمت دارم. حضرتم خبر دارم. خوش آمدی دکتر. کمی دیر مانده اما مهم. دسترخوان تیار است. ترونکی دارم.
خواطر نشد به مادرت خبر داد در اینجا بودنت را میدانم. اوه آقای توحید شما کجا شدید؟ تمام شد. کمتر دیگر منصوب با عبدالله که باشد پدرم هم نمیتو بس یکم تاک نیست. پدرت به شهر است در آنجا کمی کار داشتم. از او از ترسی پدرت نمیوید. تمام شد. السلام علیکم. و علیکم السلام. با شما یک خبر آوردم. گوش میکنم. مرا حضرت یعقوب فرستاد. آقای طاهر مهمان شد. شما خواطر نشوید گفت. همراهش یگان زن بود؟ با خدا دیگر چیزی را نمیدانم. خیر خدا راضی باشد. سیزبان من دست خالای گلول رو خبر دیگم باز خواطر نکنم. مایلش خیر. من چی میشوم؟ به نظر سر آمده میتوانی. رئیس به شهر است. راست میگویی؟ بله اما تو اومدنی من او به تو امانت. مایلش خیر. دیدو آقای خدیجه گوش کن توحید در کجا؟ در درون است؟ نه در اینجا نیست نیاید جایی دستم شما رو به نزد خالای جلال برم رفتیم میدونی چه دکتر برکت پنهان است در کجا هست نمیدانم. برای نعمت شکر کردن لازم که زیاد شود. انا این طرز زیاد که شد تا آن را جایه نمیکنم. قیمت چون تربیه میکنم. ناشکری در این زمانه آدمان را به سوی بلای عظیم میبرد. بسیاری ها البته این را نمیکنم. خدا راضی باشد. تا خیلی باید شده. لذت در شکر نعمت است. شکر نعمت چیست حضرت؟ نعمت را با شکر اندیشه و ذکر درست نفهمیدم. به نعمت دست دراز میکنی بسم الله میگویی این کاری ذکر در بینش در وسط نعمت دهنده را به یاد میآوری این اندیشه است. در آخر صاحب نعمت را شکر میکنی. اگر اینطور باشد نعمت را چطور زیاد میکنی؟ مثلا سرداری دولت به تو هدیه روان میکنی. کسی کمش را صرف کرده زیادش را میمانی. همینطور نعمت زیاد میشود. اگر درستتر فکر کنید همه خزینه های عالم یک قطره آب است. کاش که این را آدمان به انصاف هم میفهمیدند. دکتر میدانی که همه آدمان کریم خلق شده‌اند، اما بعضا به کارهای ناشایند دست زده به شکری میافتند. برای همین ذات آنها را می آقای دکتر کارهایشان را ملامت کردند. اما حضرت بسیاری آنها جنگاور شدند. از کجا آدمان اینقدر بد میشن؟ تو حضرت اکرمه رضی الله عنه را میدانی؟ از صحابگان پسری کی؟ پسر ابوجهل. بله او حضرت پیغمبرمان را با پدرش میدانی چقدر عذاب داده؟ بله اما بر عوضش پیغمبرمان نکی کردند. دلی او را آب کرد. راست اکرمه با آن فطانتش آمده مسلمان شد، اما
فراموش نکن که پیغمبرمان تنها با یک راه و دل آنها نزدیک شده. تمام. ما هم باید این راه را استفاده بریم تا به دل آنها راه یافته از راه خطا بازگردیم. خیلی مشکل را تنها پسرم با یک راه آسان کرده می شود. برای این گناهگار را نیز خطایی کردهش را اصلاح باید کرد. اگر این خیل کنیم خطاکارها خطایی کردهشان را دیده خود اصلاح می شود. گفته از آن را عقلم قبول می کند، اما هیچ کس آن نمی کند. خطاکارها نباشند دنیا مرده می رود. من از آنها چقدر ظلم دیدم. چقدر زیباست درمی. آیا این گل با همه برگهایش زیبا است یا اینکه با یک برگش زیباست؟ بسرم همه انسان مثل گل است به شرطی که برگهایش فرق نداشته باشد. یک خصلت بدی انسان میتواند همه خصلت‌های خوبش را پنهان کند. خدای توبه، برای شما چقدر کلان است. بله در نظرمان خوشحال ولی تنگ است، اما در حضرتها پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای همه خوشحال است. اکنون گپ زن دکتر، با کدام درد تو به نزدم آمدی؟ به دستم نوارها افتادم. مشکلی همگی هست در همین نوارها افتادم. من خواستم که آنها را با پلیس برم، اما باز شبه کردم. آنها در همه جا آدم دارند. شاید آن پلیس هم یکی از آنها باشد. گوش کن پسرم، تو به اینجا آمدی، مادرت دیگر نزدیکانت در اینجا بودنت را ندانستند، یعنی که تو از کودکی از دهت جدا شده باز برگشت. این تصادف است؟ در این باره راست می‌گویی. من به تصادف گفتن چیز باور ندارم. خداوند تو را صاحبی وظیفه کرده است. این نوارها به دست تو افتاده باشند، پس این امانتی تو. این کار بیهوده چنین صورت نبیشد. امانت را صاحب شد، آنها را به دست امنیت بزن. یعنی با چی؟ گوش کن دکتر، هر یک کار صاحب دارد. آدمانی که به این کار وظیفه دارند نوارها را به آنها برده بود. کمی پیشتر درباره خطا و خطاکار صحبت کرد. در بین پالیس‌ها خطاکار باشند او ظالم است. او البته ظلم می‌کند، اما دنیا هیچگاه یخچال نمی‌ماند. آن نوارها را پنهان کند هم. ببین نگذشته می‌بینی که یک شمال شد و همه‌اش را روی آب برآورد و حق را عاقبت به حقدار خواهد رساند. پسرم سفارت را کن، نوارها را برده به دولت. راست آنها به تو امانت کن، امانت را صاحب شد. راست خدا از شما راضی باشد. اجازه دهید وظیفه‌ام را اجرا کنم. نوارها را برده می‌شوم. چه فعلی که خواهید، کدام وقتی که خواهید بیاد، این در برای تو همیشه بود.
فراموش نکن وظیفه نمیخواهی اما اگر دهان نگریسته هم نمیکنی. حاضر همش رو خوب فهمیدم. پسرم آنها به فکرم نمی آیند. رفت بینیم چی؟ مایلش خدا جان مایلش. من این نوارها رو در یکان جای باوری نو پنهان میکنم. احتیاط شد پسرم. آنا در اینجا هست. حاضر میرفتیم. اوضاعی توگیر به نزدیک خوب رفته. کمی پیش خبر روان کرد. شکری خدا جو. خبرگیر نشوید گفتم. آنا در این خونه است. از رویتون نجنبید وگرنه میکشم. یک طرفی ما در بین شما همین طور به اجازه در آمدن ممکن است؟ این رو از تو بر این به ایمان آموزم. نمیدانم از کی آموختی اما به سوادیت معلوم. نوارها را گیرید. السلام علیکم. و علیکم السلام. نبیراتون رو آورد. روزن را ماند. خدا صبرش کرد. گفتی مادرش مردن. تشکر به شما. آقا کودک بیمار است. او رو زودتر به دکتر بردن لازم. تشکر. ما خودمون میبریم. میبریم. سلامت باش. انشالله کودک زیاد می شود هستم. انشالله شا انشالله. بسیار شکر که در خانه هست. کاری خوب. مول به ضرر به دستم رسید. باز خوبتر نشد. اگر این رو کسی نفهمد.
اسم پسرتان را دیده میتوانید. این کودک را نزد زادان برید. مادر کودک در نزد اوست. مثل فرزندتان احتیاط کنید. نیستی آتش میسازد این کودک. اول با دکتر میبردیم. هیچ چیز نمیشود، نترسید. در آنجا دکتر است، میبیند. شما کارتان را بزنید. نرمه نکرده و هیچ جا نرفته کودک را راست به نزد زادان برید. رفتیم. به خدا این کودک تا آنجا زنده نمیماند. بهتر است او را برده به دکتر نشان دهیم. به خدا نمیدونم، سرمان در بلا. این آدم گفت که در حال به نزد زادان برید. آخه این کودک بیمار است و این حال با دکتر میرود. راست میگویی، این طور نمیشود. اول کودک را نزد دکتر میبریم. آن طرفش خدا کریم است. سلیمان کیست دختر؟ کودکی من است مادر جان. یعنی تولد کردی؟ بله مادر. در که حالی من رو میدیدیم یکون کودک زنده نمیماند. کاری خدا را دید. شکری نامت خدا جان، شکری نامت. من ببینم اکا باشید خدیجه را آورده با تو. اکا شما چی ها میگویید؟ افهم خدیجه اینجاست، بینید. خدیجه اینجاست؟ ها در درون است. راهی برادرم حقت را حوال کن. برادرم نمیخواستم. برای کودکم کردم، برای بغزش رفتم. من تو رو میفهمم. کودکت رو در آنجا گذاشته نمیخواستی. او رو گرفتی. نتوانستم. او رو بردم. اکنون وقتش رسید. جزوی آنها رو میدهیم. یلماز آن نوارها رو بیار. برده با پولیس میسپارم. طاهر نوارها را نبودند. در دست عبدالله. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمود. داری که امشب با خیالت گفتگو کردم. خودم را با کمال عکسی رو دوست دارم دوستم داری با خنده حسین میبری میدونی که عشق منی ای سر بزن مردی خانه مردی دانا مردی مرد خواه پدرم قد بلند یارکم خندانه بیاکم گریانه خودتی بیران داری دخترک چرایی خندان داری دخترک نمیدونم که یارم بود گلبر دلم از تمام دنیا برزیدی ما بود تو باشد
برنده تبریک می‌دارم. میگه توی یوری اشبه خونه با همه خستانده میکنه. پیراهه تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.